سلام. تو دنیایی که فجایع طبیعی مثل سیل و آتش سوزی دارن روز به روز پیچیده تر میشن، ما در آستانه یک تحول واقعا بزرگ هستیم. توی این برنامه میخوایم با هم ببینیم چطور داریم از یه رویکرد واکنشی، یعنی اینکه صبر کنیم اتفاقی بیفته بعد کاری بکنیم، به سمت پیش بینی کردن اون حوادث با کمک هوش مصنوعی حرکت میکنیم. بیایید ببینیم هوش مصنوعی چطور میتونه آینده فجایع رو قبل از اینکه اصلاً اتفاق بیفتن به همون نشون بده. این دیگه یه سوال از تو دل فیلمای علمی تخیلی نیست، نه. این دقیقاً همون چیزیه که هوش مصنوعی داره بهمون قول میده. توانایی اینکه آینده رو ببینیم و قبل از اینکه خیلی دیر بشه یه کاری بکنیم. ولی برای اینکه واقعاً بفهمیم این جهش چقدر بزرگه، باید یه قدم بریم عقب‌تر. باید ببینیم روش‌های سنتی ما کجاها کم آوردن. خب مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. ببینید روش‌های سنتی که ما برای مدیریت بحران داشتیم یه زمانی کار می‌کردن، ولی برای دنیای فوق‌العاده پیچیده و سریع امروز اصلاً دیگه جواب نمیدن. این روش‌ها جلوی این حجم دیوانه‌وار از داده‌ها و سرعتی که بحران‌های جدید دارن واقعاً کم میارن. میدونید تفاوت اصلی کجاست؟ تو خود رویکرده. قبلا ما چی کار می‌کردیم؟ به یه سری آمار ساده و تحلیل‌های انسانی تکیه می‌کردیم. خب این یعنی چی؟ یعنی ذاتاً کند بودیم. فقط واکنش نشون میدادیم. یعنی میشستیم تا فاجعه اتفاق بیفته، بعد میرفتیم ببینیم چرا اینجوری شد. اما هوش مصنوعی، اون بازی رو کلاً عوض کرده. با تحلیل‌های لحظه‌ای و یادگیری عمیق، ما رو از حالت واکنش به حالت پیش‌بینی میبره. خب بذارید چند تا مثال بزنم تا قضیه روشن‌تر بشه. مثلا تصاویر ماهواره‌ای. با اینکه خیلی دقیقاً، ولی نمیتونن تغییرات کوچیک و خیلی سریع رو بگیرن. یا مثلا ابزارهای زمینشناسی، فوق‌العاده گرون و وقتگیر هستن. و از همه مهمتر تحلیل انسانی. ببینید حتی بهترین و نابغه‌ترین تحلیلگرها هم نمیتونن حجم عظیم داده‌هایی که از هزاران سنسور تو یه لحظه میاد رو پردازش کنن. خب این یعنی چی؟ یعنی رسیدیم به ته خط، به یه بنبست. و دقیقاً تو همین بنبست هوش مصنوعی وارد میدون میشه و همه چیز رو زیر و رو میکنه. این نقطه عطف داستان ماست. داریم از تحلیل چی شد که اینجوری شد میریم به سمت قدرت پیشبینی، قراره یه اتفاقی بیفته. این یه تغییر نگاه کامله. اینجا خیلی خوب میشه این تغییر رو دید. ببینید ما از گذشته شروع کردیم، از دورانی که فقط بعد از فاجعه میتونستیم بفهمیم اصلا چی شده. امروز رسیدیم به جایی که میتونیم همه چیز رو زنده و لحظه‌ای رصد کنیم. و آینده‌ای که همین الان داره اتفاق میفته، جاییه که سیستم‌ها قبل از اینکه خطری پیش بیاد به همون آلارم میدن. و اینها فقط حرف و تئوری نیستن، نتایجش کاملا واقعیه. این آمار قدرتمند نشون میده که این تکنولوژی چقدر میتونه توی نجات جون آدما و کم کردن خسارت‌ها مؤثر باشه. کاهش 40% زمان واکنش، میدونید یعنی چی؟ یعنی اون چند دقیقه‌ای طلایی که میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه. خب خیلی خوب، تا الان بیشتر از تئوری و ایده حرف زدیم، ولی سوال اصلی اینه: این همه قدرت پردازش و این توانایی پیشبینی چطور قراره تو شرایط واقعی و سخت، مثلا وسط یه سیل یا زلزله، کار کنه؟ جوابش توی سخت افزاریه که مثل یه قلب تپنده این هوش رو میبره درست به مرکز بحران. این عدد رو یادتون باشه، 275. این عدد به تنهایی یه جهش فوق‌العاده بزرگ تو قدرت پردازشه. 275 تریلیون عملیات در هر ثانیه. این قدرت ماژول انویدیا جتسن EGX اورین هست که قلب تپندش این دستگاهه. حالا این عدد یعنی چی؟ برای اینکه عظمتش رو درک کنید، فرض کنید مغز یه نفر بتونه همزمان توی یه لحظه تصویر هزاران دوربین رو ببینه، تحلیل کنه و یه چیز غیرعادی رو تشخیص بده. این دستگاه دقیقاً همین کارو میکنه. اونم نه توی دیتا سنتر اون سر دنیا، بلکه دقیقاً همونجا که حادثه داره اتفاق میفته. به این میگن محاسبات لبه یا همون AI at the edge. و نکته حیاتی، یعنی مهمترین قسمتش، اینه که سیستم برای کار کردن اصلا به اینترنت وابسته نیست. شما فکر کنید توی سیل یا زلزله اولین چیزی که از کار میفته چیه؟ ارتباطات، اینترنت.
این دستگاه اما کاملا مستقله، به کارش ادامه میده، تحلیل میکنه و هشدار رو صادر میکنه. ولی خب، داشتن یه مغز هوشمند و قدرتمند وسط یه طوفان یا زلزله کافیه؟ معلومه که نه. این تکنولوژی باید بتونه جون سالم به در ببره. برای همین این دستگاه فقط یه کامپیوتر باهوش نیست. یه جورایی یه تانک فوق‌العاده سرسخته که برای بقا ساخته شده. فقط به این مشخصات نگاه کنید تا بفهمید در مورد چی حرف میزنیم. گواهی IP67 داره، یعنی کاملا ضد آب، ضد گرد و غبار، استاندارد نظامی MIL STD 810 رو داره، یعنی در برابر شوک و لرزش‌های شدید مقاومه. تو دمای منفی 20 درجه تا مثبت 70 درجه کار میکنه. حتی اگه برق قطع و وصل بشه با منابع ناپایدار هم کار میکنه. خلاصه بگم این دستگاه برای سخت‌ترین شرایط ممکن طراحی شده. خیلی خوب. پس یه مغز فوق‌العاده هوشمند داریم توی بدن فوق‌العاده سرسخت. حالا وقتشه ببینیم این ترکیب قدرتمند چطور تو دنیای واقعی کار میکنه و چطور قرار آینده هممون رو امن‌تر کنه. روند کارش به طرز شگفت‌آوری ساده و سریعه. ببینید چطور کار میکنه. اول سنسورها انواع و اقسام داده‌های محیطی رو جمع میکنن. دما، رطوبت، حرکت، هر چی که هست. بعد هوش مصنوعی میاد این داده‌ها رو لحظه‌ای تحلیل میکنه تا الگوهای خطرناک رو پیدا کنه. به محض اینکه یه الگوی خطرناک شناسایی شد، بوم، یه هشدار فوری مستقیم میره برای مرکز فرماندهی. کل این فرایند تو چند ثانیه اتفاق میفته. و یه لحظه فکر نکنید این تکنولوژی فقط برای بلایای طبیعیه. نه، اصلاً. کاربردهاش واقعاً بی‌نهایته. از نظارت روی یه سد که در معرض خطره گرفته تا مدیریت امنیت یه شهر هوشمند یا حتی جلوگیری از قطعی برق توی شبکه انرژی خیلی مهم. این یه راه حل کامل برای امن کردن تمام زیرساخت‌های حیاتی ما. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نکته کلیدی اینه: ما داریم از یه دنیا که توش موفقیت یعنی چقدر سریع واکنش نشون دادی، به یه دنیای جدید میریم که توش موفقیت یعنی کاری کردی که اصلا نیازی به واکنش نباشه. آینده تو دست پیشگیری هوشمندانه است، نه واکنش سریع. و همه اینها ما رو به یه سوال نهایی و خیلی مهم میرسونه که باید از خودمون بپرسیم. با وجود اینکه چنین تکنولوژی‌هایی دیگه در دسترسه، آیا شهرها و زیرساخت‌های ما واقعاً آماده‌اند که این سطح از پیشگیری هوشمند رو به کار بگیرن؟ این چالشیه که فقط جلوی مهندس‌ها و مسئولین نیست، جلوی تک تک ماست. آینده همین الان اینجاست. سوال اینه که ما چقدر براش آماده این؟